کارمندان خدمات دولتی آتش‌نشانی در شهر خوجند دوام بیش از یک ساعتی ریدی گروهی کاری نسبت 3 آشخانه‌های در حدود بازار مرکزی پنجشنبه فعالیت داشته پروتکل‌های مأموری ترتیب دادند. نسبت رهبری آشخانه فریزه واقع در بازار پنجشنبه شهر خوجند بنابر به طلبات جوابگو نبودن ظرف گازی مایع با ماده 473 قسم 1 پروتکل مأموری ترتیب داده شد. مسئولین از حالت استفاده گازی مایع در این آشخانه اظهار نگرانی نمودند، زیرا استفاده تجهیزات گازی به طلبات بی‌خطری از ساختار جوابگو نیست و جز این حالت‌های استفاده نادرست ناقل‌های برقی نیز در این آشخانه آشکار کرده شد. ناظران قسم مستقل بسیاری شهر خوجند اویدی تشکیل و گزارندگی کارهای پروفیلاکتیکی آتش‌نشانی در آشخانه‌ها و طرفخانه‌ها گزارنده شد. ریدی گروهی کاری خدمات دولتی آتش‌نشانی در شهر خوجند طبق سفارش سردار ریاسی خدمات دولتی آتش‌نشانی ولایت سوخت و راه مانده شد. مسئولین با تشکیل رید و کارهای پروفیلاکتیکی و فهماندهی با راهبران چندی از آشخانه‌ها صحبت نموده اویدی بی‌خطری از حادثه‌های ناخوش ساختار و استفاده تجهیزات گازی و برقی به آنها معلومات دادند، زیرا سرزدن ساختار در آشخانه‌ها خصوصا استفاده ظرف گازی مایع مسئولین را تا جای نگران کرده است. Gaz ve ihtiyaç var. Balonu gaz yolu bir koçamda. Nokli barkışı var elektrikli oldu. Hamma şey var sanırım onlar ko. Ki kadın holat andı. Nokli barkı güçlü muvaffakati katliam mal. Hamşı bir tane ko. Ya buranın gazı ve işi yaş. دوامی 18 روزی ماه январи سال جاری در شهر خوجند در عموم 4 حادثه ناخوش ساختار به قید گرفته شده است. از این 3 حالت در منزل استقامتی ساکنان و تنها یک حالت در آشخانه، این هم در طرفخانه مشهور بهاری عجم سر زده است. مسئولین گفتند که سبب اساسی اکثر ساختارهای به قید گرفته شده این استفاده نادرست ناقل‌های برقی و گازی محسوب می شود. بیرون از زمین zapravka rejimi onlarda türlü ve bu onda şu an rastımız okusu bakmak. Tamam ya ama oşkanlığı zarfı istifade beri zarfı gazi moye dinlemişe var. istifade beri nokluhu barxi muvakkati dinlemişe var. O taşxonası ki tamamı ofi pan vücud nedora tamin kardeş olarak. هدف از تشکیل و برگزاری رید و کارهای فهماندهی این پیش از همه آگاه نمودن ساکنان از قاعده‌های بی‌خطری از ساختار و پیشگیری حادثه‌های ناخوش ساختار می باشد. مسئولین خدمات دولتی آتش‌نشانی در شهر خوجند گفتند که گذرانیدن کارهای پروفیلاکتیکی در آشخانه و طرفخانه‌های دیگر شهر و نواحی ولایت سوخت ادامه دارد. گزارش فرزانه شمسی و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.